بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهیم وعلى آل ابراهیم انك حمید مجید و بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهیم وعلى آل ابراهیم انك حمید مجید. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و دوستداران برنامه امامان وهابی شیعه. الله رو بی نهایت سپاس از اینکه بار دیگر این توفیق رو نصیب راه ما گردان تا به همراه شما خوبان و سروران در برنامه دیگر از این مجموعه برنامه ها با موضوع جدید در خدمت شما خوبان و سروران باشیم. مفتخریم از اینکه در خدمت حضرت مولانا عبدالقدوس دهقان خواهیم بود، کارشناس دائمی این برنامه، در برنامه جدید که در آغاز از طرف خودم و به نمایندگی از شما خوبان عزیزان سلام های گرم خود و شما سروران رو خدمتیشون عرض میکنم و ایشون رو خوش آمد میگم به استودیوی برنامه امامان وهابی شیعه. حضرت مولانا خوش آمدید. سلام علیکم. خدمت جناب عالی و تمام بینندگان عزیز و ارجمند عرض ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و در خدمت جناب عالی و بینندگان عزیز انشاءالله خواهم بود. انشاءالله خدمت از ماست. حضرت مولانا عزیزانی که بیننده برنامه خودشون امامان وهابی شیعه در بیش از 1 سال و چند ماه گذشته بودند به خوبی بیاد دارند که حدود 1 سال و 2 ماه و نیم پیش نامه‌ای ارسال شد در اولین قسمت از برنامه امامان وهابی شیعه برای چند تن از مراجع مطرح و به نام معاصر شیعه و همچنین از محققینی که در موضوع به اصطلاح خودشان وهابیت قلم فرسایی نموده و کاغذها سیاه کردن و به زعم خودشون تلاش کردن تا امت رو از دست فتنه‌ای به نام وهابیت برهانند و نجات بدن و آگاه بکنن. نامه‌ای برای این مراجع مطرح ارسال شد و ما در این نامه که هم به صورت مکتوب به دفاتر این مراجع به صورت کاغذ رسید و ارسال گردید، از طریق ایمیل هم برای دفاتر این مراجع ارسال شد و مطمئناً به دست آنها رسید و ما قبض رسید اون نامه های خود را هم به دست داریم. علاوه بر اینکه بارها و بارها صدها مرتبه از شبکه جهانی وصال حق هم به حدی متن این نامه قرائت گردید که بسیار از بینندگان ما حفظ شدن متن این نامه را. نامه‌ای برای آیت الله العظمی مکارم شیرازی و آیت الله العظمی جعفر سبحانی و همچنین جناب آیت الله نجم الدین طبسی از محققین به نام و مطرح معاصر شیعه در موضوع وهابیت نامه ارسال شد و ما در این نامه ها از این 3 تن خواستیم تا برای ما و بینندگان عزیز مطرح بکنن و بیان بکنن تفاوت دیدگاه شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله و امامان بزرگوار اهل بیت علیهم السلام رو در موضوعات عقیدتی با استناد به مراجع معتبر شیعه و بیان از مهمترین تعریف عقیدتی شیخ محمد ابن عبدالوهاب که کتاب التوحید ایشون هست 3 عنوان کتاب رو و 3 عنوان باب رو برای ما انتخاب بکنن و مخالف او رو و ضد او رو از مراجع شیعه به شرط صحت و به شرط صحیح بودن و صریح بودن و غیر معارض بودن برای ما ثابت بکنن که این اعتقاد شیخ محمد ابن عبدالوهاب یا به تعبیر خودشون رهبر وهابیت
با اعتقاد امامان بزرگوار اهل بیت علیهم السلام در تضاد است. به تعبیری ساده تر برای ما ثابت بکنن که اعتقادی که اونها به نام وهابیت مطرح کردن و او رو اعتقادی مخالف با اسلام میدانند و دست پرورده غرب و به دنبال از بین بردن عقیده توحید میشمارن، این اعتقاد کجای این اعتقاد با اعتقاد اصیل امامان بزرگوار اهل بیت متفاوت است؟ آیا تفاوتی وجود دارد یا نه؟ 1 سال و 2 ماه و نیم است حدوداً که ما منتظر پاسخ نامه خود هستیم و دریغ از یک جواب بیش از 450 روز گذشت و هنوز ما منتظر نامه خود هستیم و دست بردار نیز نخواهیم بود. و میدانیم که نامه‌ای که ما فرستادیم برای این آقایان خیلی 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 سنگین‌تر از آن است که بتوانند در زیر بار علمی اون کمر خم کنند، کمر راست کنند، چون کمر اونها دیر وقتی است خم شده است و نزدیک شکستن و به زودی خواهد شکست این امپراتوری تزویر و تدلیس و دروغ. و برای بسیاری از بینندگان ما این حقیقت آشکار است. ما هنوز منتظر پاسخ نامه خود از طرف این آقایان هستیم. حضرت مولانا در این باب صحبتی دارید یا بریم مستقیم سر اصل موضوع امروز؟ دنبال موضوع کتاب شما. حضرت مولانا خسته شدن از اینکه دیگه انقدر منتظر پاسخ ماندن و انقدر صحبت کردن کسی صحبت نکرد. امروز در خدمت شما بینندگان عزیز خواهیم بود و حضرت مولانا با بابی جدید. حضرت مولانا چه بابی برای ما بینندگان در نظر گرفتین؟ رب العالمین و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. متاسفانه بنابر موارد غیر ارادی این جلسات به تأخیر افتاد. چند برنامه نتونستیم در حضور مردم عزیز و در خدمت جناب عالی باشیم و ادامه مباحث رو از جایی که مانده بود انشالله از این برنامه آغاز میکنیم. آخرین صحبتی که ما شما داشتیم فکر کنم در موضوع سحر بود. در موضوع سحر و باب 23 کتاب توحید شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه بود که در این باب با توجه به یکی از نمونه های اصلاحی که شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه آوردن و یک طیفی از افرادی که ناراض بودند از فعالیت های توحیدی شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه، انسانهای ساحر و جادوگر و رمالی بودند که در عصر ایشون وجود داشتند و ایشون با دعوت توحیدی خودشون در واقع تونستند که مجال و بساط سحر و ساحری و جادوگری رو از منطقه جمع بکنند که الحمدلله تا کنون هم در این منطقه نجد و در به صورت کلی کل عربستان سعودی، حجاز و بقیه شبه جزیره ساحرانی که به اصطلاح معلوم الحال باشند برای مردم و مردم به اونها رجوع بکنند الحمدلله، چون چیزی وجود نداره و علنی نیست. اگر کسی هم باشه بسیار مخفیانه هست و اساسا هم سحر به عنوان یک جرم و جنایت تعریف شده در قانون عربستان سعودی و شدیداً با اون برخورد میشه و این برگرفته از همون فعالیت های شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه هست و اصلاحاتی که ایشون به وجود آوردن و قطعاً اصلاحات ایشون هم مانند بقیه اصلاحاتی که در بقیه موارد اعتقادی و عملی آوردن برگرفته از قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم و فهم نیاکان ما یعنی اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم و ائمه بزرگوار بودن. بدین خاطر ایشون در کتاب التوحید یک بابی رو به عنوان باب سحر، باب ما جاء فی السحر اینو منعقد کردن، نامگذاری کردن و بعد از آن هم نمونه هایی از سحر رو و به صورت تفصیلی تر هر یک موردی رو در قالب یک باب در واقع مطرح میکنن به خاطر اینکه در اون زمان واقعا نیاز بود که این مسائل به صورت گسترده بیان بشه و امروزه هم متاسفانه در بسیاری از جوامع اسلامی این نیاز مشهود هست و ضرورت دارد که این مسائل در واقع به صورتی دقیق‌تر و ریزتر مطرح بشوند و آیات و روایاتی که در این زمینه وجود دارند و مستند شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه بودند اینها ضرورت هست که به گونه مفصل‌تری برای عموم مردم بیان بشوند. انشاءالله. شیخ
محمد بن عبدالوهاب رحمت الله علیه در اولین بابی که به عنوان باب ما جاء فی السحر بود آیاتی را از قرآن کریم مطرح کردند و در مورد سحر و جادوگری، در مورد حکم سحر و جادوگری مطالبی رو بیان فرمودند از برگرفته از آیات قرآن و حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم و برخی از انواع شرک رو که کفر بودند و شرک بودند مانند استعانت از جنها، اینها رو مطرح کردند. روایاتی رو آوردند که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند اجتنبوا السبع الموبقات، از 7 گناه کبیره و بسیار بزرگ و خانمانسوز شما پرهیز بکنید که یکی از اونها در واقع سحر بود. در مورد حد ساحر یعنی مجازات شرعی ساحر که همون قتل هست مطالبی رو ایشون در قالب روایاتی از رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان کردند و همچنین عملکرد سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه و بخشنامه‌ای که ایشون داشتن در زمان خودشون و اقوال دیگری رو از امام احمد رحمت الله علیه هم در اینجا نقل کردند که از سلف صالح مانند حتی حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها و حدیث حضرت جندب رضی الله تعالی عنه آوردند که اینها از امام احمد رحمت الله علیه فرموده بودند که اینا از تعدادی از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم در واقع ثابت است. و در موازات این مسائل را یعنی حکم سحر را که سحر از گناهان کبیره هست، از مواردی هست که در حد شرک هستند بعضی از انواعش و کفر شمرده می شوند و برخی تصریحاتی که در از دیدگاه اهل سنت و الجماعت و همچنین از دیدگاه ائمه اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم سحر را شرک خوانده بودند، گناه کبیره خوانده بودند و کسی رو که مرتکب سحر می شود اون را فرموده بودند که حد و مجازات شرعیش قتل هست. اینها رو هم از کتاب‌های اهل سنت و الجماعت، روایات اهل سنت و روایات اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم خدمت بینندگان عزیز ما مطرح کردیم. این مسائل به عنوان یک پیش زمینه‌ای بود و یک مدخلی بود در باب سحر و در موضوع و حکم اصل سحر که من قبلا عرض کردم که سحر معمولا همراه با شرک هست، همراه با استعانت از غیر الله هست، همراه با استغاثه از جنها و از شیاطین هست. به این خاطر هست که این در واقع در ردیف شرک قرار دارد و جز اکبر الکبائر هست در درجه بعدی و الله متعال این که گناه شرک رو نمی بخشند و این دلالت بر عظمت و بزرگی سحر داره که در کنار شرک هست و جزو بزرگترین انواع گناهان کبیره در واقع شمرده می شود. خیلی سنگین حکمش، حکم سنگینی رو داره. این به عنوان یک به اصطلاح پیش زمینه بود برای مباحث بعدی که به صورت گسترده‌تر و مفصل‌تر در هر بابی در واقع ایشون ذکر میکنن. حکم اصلی شرک رو و سحر رو گفتند که بعضی از انواع شرک هستند و حد ساحر و مجازات ساحر همان قتل هست از دیدگاه اهل سنت و الجماعت و از دیدگاه اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم و همین دو دیدگاه هستند که شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمت الله علیه در کتاب توحید خودشون و در باب 23 این مطلب رو در واقع ذکر کرده بودن. در برنامه امروز باب 24 هست که در واقع می‌پردازه به بیان انواعی از سحر. این باب هم در واقع میتونه که یک معرفی انواع سحر باشه، نه به صورت تفصیلی. به صورت تفصیلی باز هم در ابواب بعدی قبلا عرض کردم به خاطر اینکه در زمان ایشون یعنی واقعا سحر و جادو بسیار زیاد بود، انسان‌های فالبین و کاهن زیاد وجود داشتن در شبه جزیره عربستان، نیاز بود که ایشون بیشتر این مسائل رو از نظر تئوری و نظری هم بیان بکنن. این خاطر یک مقدار یعنی ابواب متعددی رو به این مسائل اختصاص دادن. در باب 24 ایشون عنوانش رو گذاشتن باب شیء من انواع السحر. این باب در مورد بیان انواع و گونه‌هایی از سحر هست که این انواع و گونه‌های سحر میتونه متفاوت باشه، این با توجه به اینکه خود سحر متفاوت هست و حکم این نمونه‌های سحر هم قطعا متفاوت هست بر حسب نوع سحر. بعضی از انواع سحر شرک هستند، در حد کفر به الله متعال هستند و برخی از این انواعش در حد گناه کبیره هستند، اکبر الکبائر هستند. برخیشون یک مقدار باز پایین‌تر هستند، فقط در حد حرام هستند، نه درباره گناه در حد گناه کبیره در حد شرک هستند.
کردن و بعضی دیگر باز این مقدار تفصیلاتی رو در اونها هست با توجه به خود نوع سحر و به اندازه‌ای که این سحر از عقیده توحید تفاوت داره و تضاد داره، در واقع حکمش هم متفاوت هست. بله. در اینجا شیخ محمد ابن عبدالوهاب 7-8 نوع رو از انواع مباحثی رو یا مواردی رو که در شریعت اسلامی و در گفتار رسول الله صلی الله علیه و سلم به اونها در واقع سحر به اصطلاح اطلاق شده. یه جز گونه‌های سحر با توجه به معنی و تعریفی رو که ما از سحر قبلا در جلسه قبل ارائه کردیم، این موارد رو در واقع شامل می شود. اصل سحر در لغت به معنی خفا هست، یک چیزی رو که خفی هست، سببش رو علتش رو شما نمیدونید، بسیار پیچیده و دقیق هست و هر کسی از اون متوجه نمی شود، به خاطر این سحر رو سحر نامیدن. این مواردی رو که در این باب ذکر کردن به خاطر اینکه یک نوع تشابهی دارند، یک نوع مناسبتی دارند با اصل معنی لغوی سحر، این مسائل رو در یک باب جمع کرده و حکم تفصیلی هر نوعی از این انواع رو باز در ابواب بعدی ایشون جداگانه شرح میدن. در روایت اول قال احمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف حدثنا حيان بن العلاء حدثنا قتن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. چند مورد از مواردی هستند که اینها رو رسول الله صلی الله علیه وسلم از جبت معرفی کردند، اینها جز انواع جبت هستند. و در باب قبلی اگر خاطرتون باشه از قول سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه مطرح کردیم که ایشون فرمودند که جبت یعنی همان سحر است. پس بنابراین معنی این حدیث این است که عیافه و طرق و طیره اینها از انواع و گونه‌های سحر در واقع شمرده میشوند. باز این موارد رو تعریف میکند که عیافه یعنی چی، طرق یعنی چی، طیره یعنی چی. قال عوف العیافه زجر الطیر و الطرق الخط یخط بالارض. عیافه به معنی زجر طیر هست، به معنی تطیر هم میتونه باشه، به معنی این که در واقع در زمان جاهلیت معروف بوده و یک سری به اصطلاح قواعدی رو داشتن وقتی که به سفر میرفتن، اگر پرنده‌ای رو جلوی روی خودشون میدیدند و اون پرنده پرواز میکرد، اگر به سمت راست میرفت اینو میگفتن مبارک انشالله این سفر خیری هست، اگر به سمت چپ میرفت گفتن نه این سفر شومی هست. یا خودشون پرنده‌ای رو میدیدن فال مرغ، این پرواز مرغ که به کدوم جهت یعنی برود، راست بود اینو گفتن که خیره و سفر رو ادامه میدادن. اگر پرنده به سمت چپ پرواز میکرد میگفتن نه حتما شری هست و بدفالی و بدشگونی داره، از این سفر منصرف میشدن. این رو رسول الله صلی الله علیه و سلم یکی از انواع سحر و جبت در واقع معرفی کردن. الان مولانا حضرت مولانا این که مثلا الان بعضی وقتها الان متاسفانه بعضی عادت ها مونده که مثلا اگر کسی از خانه خارج شد سر راه خودش یک کلاغ سیاهی دید یا یک جغد دید یا برخی از پرنده های خاصی که مثلا احساس میکنن که شوم هستن، اینها طرف احساس شاید کارش ادامه نده. اون روز مثلا اگر کلاغی سر راهش کلاغ سیاهی غارغار بکنه میگه امروز روز خوبی نیست، من اگر برم شکست میخورم و برمیگرده. اینها هم میتونه مثلا در این داخل باشه. تمامی این مواردی که پیچیده هست، مواردی که یک سبب مشخصی نداره، بیشترشون یک تصور ذهنی و گمانی هست و بالفرض محالم اگر تأثیری داشته باشه تأثیر بسیار پیچیده و نامشخصی هست. به خاطر اینا جزء سحر هستند. شما از کجا میدونید که این پرنده به اصطلاح میدونسته که شما میایید؟ شما اصلا این طرفی که اومده قصد سفر داشته، قصد سفر نداشته، کی هست، میخواد به کجا برود؟ پرنده که از این چیزا خبر نداره. شاید مثلا گربه سیاه یا حیوان هر چیزی که باشه، خلاص غیر از انسان حیوان دیگری هم به مسیری برود پرنده‌ای باشه، پرنده علم غیب ندارد و پرواز میکند، از جای خودش تکان میخورد. این به معنی این نیست که در واقع حتما یک رازی در این پرواز نهفته هست چون که به طرف راست رفت از بنابراین از علم غیب به من دستور داده شده که راهت رو ادامه بده، وگرنه به سمت چپ رفت، یعنی این که این کار رو نباید انجام بدیم. و بحث این که به اصطلاح برخی از مردم که بدشگونی و بدفال میگیرن از انواع مشاهداتی که در روز دارن، بعضی از اماکن به اصطلاح فال بد میگیرن، بدشگونی میدونند، اون موارد رو منحوس میدونند، بعضی زمانها رو نمیدونم، ایام هفته رو، روزهای ماه رو، بعضی از ماههای سال رو بعضیشون شاید که به اصطلاح نحس بدونند، یا بعضی از
ازدواج بین شوال و بین عید فطر و عید قربان خیلی میگن در این مناسب نیست در این ماه. بله که قطعا در این زمینه حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها در صحیح مسلم یک تصور جاهلیتی در اون زمان بود، میگفتند که اگر کسی در ماه شوال ازدواج بکنه این ازدواج بی برکتی بود. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها در صحیح مسلم هست این روایت میفرماند که رسول الله صلی الله علیه و سلم هم گفت عقد ما در ماه شوال بوده و هم ازدواج ما در ماه شوال بوده و زفاف در ماه شوال بوده و میفرمودند که ایکن احظى منی عند رسول الله صلی الله علیه و سلم، از من و خوشبخت‌تر از شما زنان رسول الله کی هست؟ اگر واقعا ازدواج در شوال بدشگونی می آورد و برکت نداشت و باعث نمیدونم که شقاوت در زندگی میشد، خب بعد من اصلا همه شما بدتر میشدم. اما واقعیت این است که من از همه شما نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم محبوب تر هستم. از بنابراین چنین چیزی وجود نداره. یا عددها رو بعضیشون میدونن حساسیت خیلی خاص روی برخی عددها دارن، متاسفانه مثلا عددی مثل 39 رو بعضی جاها انقدر تعصب دارن که اصلا این عدد اگر جایی بود دیگه حتما دیگه جنگ میشه حتی متاسفانه. نه اینا یک سری به اصطلاح خرافاتی هست و یک سری از افکار جاهلیت هست که هیچ گونه مستند عقلی و مستند علمی و شرعی ندارند و بلکه معتقد بودن به تأثیر این موارد بر زندگی ما و بر سعادت و شقاوت ما در واقع در حد همون شرک هست. اون کسی که تقدیر ما رو مقدر کرده، سعادت و شقاوت ما رو رقم زده، فقط و فقط الله متعال. زمانی که انسان جنین هست در شکم مادر، در اون زمان هست که الله متعال این رو می نویسند، فرشته رو دستور می دهد که سعادت و شقاوت این رو رقم بزنند و هیچ این موارد در سعادت ما، در شقاوت ما، در پولدار شدن ما، در فقر ما و در بقیه موارد هیچ گونه تأثیری رو ندارن. اگر کسی در مسیر راهی رفت، جغدی رو دید، کلاغی رو دید یا پرنده دیگری رو دید یا یک انسانی رو دید که معلول هست، نابینا هست یا هر کسی دیگری که باشه، هر موردی احساس بکنه و اینو به عنوان یک فال بد و بدشگونی یا یک اعلام غیبی به اینکه امروز روز خرابی هست بدونه، این در واقع مرتکب گناه بزرگی شده و یکی از انواع سحر در واقع به معنی این شمرده می شود که این علت و سببش مشخص نیست. همون گونه که علت و سبب سحر و چگونگی عمل کردن سحر مشخص نیست، این مواردی که تو معتقد هستی که در زندگی تو تاثیر دارند، خب علل و اسبابش مشخص نیست. فقط یک سری توهمات به اصطلاح ذهنی هست که در ذهن یک انسانی میتونه وجود داشته باشه. به این خاطر است که اینها از نظر شریعت اسلامی تمامشون مردود هست. هیچ کدوم از اینها واقعیت نداره، نه از نظر عقلی و نه از نظر علمی و نه از نظر حکم شرعی. به هیچ عنوان اینها مصداق نیست و نمیتونه که دلیل بر سعادت یا دلیل بر مبارک بودن یا دلیل بر شقاوت و نحوست باشه. ایافه رو ایشون فرمودند به معنی زجر طیر هست که ایافه اون چیزی که شما به تفصیل صحبت کردید این در ایافه داخل میشه. در ایافه و در تطیر هست. تطیر گرچه میتونه که همون ایافه باشه و به صورت کلی مفهومش بزرگتر هست، یعنی بدشگونی گرفتن، فال بد گرفتن از هر چیزی که باشه، از یک انسان باشه، از یک حیوان باشه، از یک پرنده باشه، از ایام هفته باشه، از یک مکانی باشه یا از یک اتفاقی باشه، به هر صورت این در معنی به اصطلاح تطیر هست. اما ایافه مشخصا به معنی به اصطلاح فال مرغ هست که پروازی مرغی پرنده پرواز بکنه، این به معنی ایافه هست. بله. و ترخ الخط یخط بالارض، و خط هم یک خطی بوده که در روی زمین خطی رو میکشیدند و از این یک نوع فالی رو در اون زمان میگرفتند که از اون استنباط میکردن این کار رو انجام بدن یا این کار رو انجام ندن، که فکر نمیکنم امروزه شاید این نباشه. البته فکر میکنم که اگر نه غیر از این مثل این رمالایی هستند که بر روی یک تخته معمولا یک ریگ تخته خاصی دارند، ریگ رو که میگن که باید یک ریگ و یک شینی باشه که کسی تا حالا روش بار نگذاشته باشه، اینو میارن بر اون یک خطای مشخصی رو میکشند و از اون نمیدونم یک سری فالی رو میگیرند، از غیبگویی میگن. شاید این جزء این موارد باشه که شاید این مورد هست که در زمان به اصطلاح جاهلیت وجود داشته باشه. اما در این مورد اومده که
خطی که بر روی زمین کشیده میشده. امروز یک شاید کمی پیشرفت کردن، خط رو بر روی یک تخته میکشن و بر روی خاکی که به اصطلاح برای این فریب دادن مردم میگن که باید یک خاصیت خاصی به اصطلاح مشخصی رو داشته باشه، کسی روی اون راه نرفته باشه، کسی تا حالا ندیده باشه، نمیدونم تا حالا آفتاب بهش نخورده باشه، باید از زیر زمین بیاری و یک مثالی که خب شروعش میکنن تا کمی بازارشون گرمتر بشه. والجبت قال الحسن رنة الشیطان اسناده جید. اینو نقل کرده از حسن بصری که جبت به معنی رنه شیطان. رنه در اینجا به معنی میتونه وحی شیطان باشه، یعنی توهمی که شیطان در قلب یک انسان، وسوسه‌ای که میاندازد. و در قبلا در باب قبلی جبت رو به همون سحر حضرت عمر رضی الله تعالی عنه تفسیر کرده بودن. ولی ابی داود و النسائی و ابن حبان فی صحیح المسند منه و ابن عباس رضی الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. در حدیث قبلی چند مورد رو رسول الله صلی الله علیه وسلم مطرح کردند که یک از اونها العیافه بود و دیگری خط کشیدن بر روی زمین بود که در اونجا به معنی ترخ بود و طیرتو که عرض کردم که به معنی فال گرفتن و بسچگونی از هر موردی که باشه. اینا سه موارد هستند به خاطر این که این وجه این که علتش که اینها رو در این باب آورده به خاطر این هست که انسان، یعنی که افرادی که به این معتقد هستند که اینها یک تأثیر بسیار مرموزانه و مخفی رو دارند. همانند این که تأثیر سحر یک تأثیر بسیار مخفیانه هست و علل و اسبابش مشخص نیست، نحوه عملکردش مشخص نیست و بسیار پیچیده هست، اینها در این وجه با هم دیگر مشارکت دارند. به خاطر اینها را شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه در این باب داخل کرده. و مورد دومی در بحث نجوم هست، علم نجوم که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند من اقتبس شعبة من النجوم. اقتباس در اینجا به معنی تعلم هست. هر کسی که یک بخشی یا یک مرحله از علم نجوم رو در واقع فرا بگیرد فقط اقتبس شعبة من السحر، یک شعبه از سحر رو این یاد گرفته، یعنی وارد سحر شده. شعبة من السحر زاد ما زاد، هرچی بیشتر که در این مورد وارد بشه، بیشتر تعمق داشته باشه و بیشتر یعنی توسع داشته باشه در یادگیری این علم نجوم، در واقع به همون اندازه در سحر در واقع پیشرفته تر هست. مراد از به اصطلاح علم نجوم که در اینجا هست، گرچه بحثش به صورت مفصل در یک باب جداگانه هم میارن، علم نجوم که دلالت بر این بکنه که این کار رو باید انجام بده یا این کار رو باید انجام نده، یعنی به تعبیر دیگر یعنی این که نجوم یک تأثیری در زندگی ما داشته باشن. یه جورایی مثل پیشگویی از علم نجوم و یا مثلا افسوار افلاک و این چیزا هست. بله، که این در سعادت یک انسان تأثیری رو داره، در شقاوتش یک تأثیری داره، این کار رو نباید انجام بدین، فلان اتفاق به خاطر این افتاده که نمیدونم فلان ستاره در فلان محل قرار گرفته. یعنی استدلال از حرکت و اقتران نجوم و ستاره ها بر حوادث زمینی. الان فلانی مرده به این خاطر مرده، فلان زلزله شده به خاطر فلان زلزله شده، باران شده به خاطر فلان مثلا این باران اومده. حتی در روایت داریم که از رسول الله صلی الله علیه و سلم در یک سفری ایشون فرمودند که بسیاری از بندگان من صبح کردند در حالی که به من مؤمن هستند و به نجم کافر هستند. این بر اثر یک باری در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم در یک سفری و بعد از اون سفر رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد در صبحش یک حدیثی رو که حدیث قدسی است فرمودند که الله متعال میفرماد اصبح من عبادی مؤمن بی و کافرون، برخی از بندگان من مؤمن گشتند و برخی دیگر کافر گشتند. کسانی که میگویند که مطرنا به نوع کذا و کذا، اونایی که معتقد هستند میگند که این باران به علت فلان و فلان ستاره بوده، اونا در واقع به ستاره ایمان آوردند و به من کفر کردند. اما اونایی که گفتند که مطرنا به فضل الله و رحمته، اینها به من مؤمن هستند و به ستاره کافر هستند. یعنی این که نجوم در این که بارانی بیاید یا بارانی نیاید، در فلان تاریخ و در فلان مکان تا بارانی بیاید، هیچ گونه تأثیری در واقع ندارند. باران صرفا به فضل الله متعال است، گرچه یک سری اسباب و علل معروفی هم دارد، اون قابل انکار نیست. پس بنابراین علم نجوم وقتی که در روایات ما میبینیم، در کتاب‌های دینی و شرعی ما میبینیم که از اون بد گفته شده
علم نجوم در کنار سحر قرار داده شده، اون منظور اون علم رمالی هست و اون علم نجومی هست که از حرکت ستارگان سعادت و شقاوت یکی رو استنباط بکنن، یا این که انجام دادن و انجام ندادن یک کاری رو تعیین بکنند بر اساس حرکت ستارگان، یا این که برخی از حوادث زمینی رو، اتفاقات زمینی رو نسبت بدهند به ستارگان، چون که در آسمان این ستاره و با فلان ستاره با هم یک جا شده، فلان جهت حرکت کرده، پس بنابراین فلان اتفاق در زمین افتاده. این همون جهتی به اصطلاح هست که مذموم هست و اون چیزی هست که مورد به اصطلاح منظور ما در باب سحر و در باب شرک هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. اما برخی دیگر از مواردی هست که در واقع استدلال از ستاره ها، مثلا استدلال میکنند از ستاره ها به خاطر تعیین یک جهتی، یا تعیین یک وقتی، بله، تعیین یک جهت یا تعیین یک وقتی رو به اصطلاح از ستارگان استدلال بکنند، یک جهتی رو مشخص بکنند که در دریا نمیدونم باید به این طرف بریم، این طرف مشرق هست، این طرف مغرب هست. هم چیز که البته فرستانون کردن اهل قوله مواقیت للناس، بله، و در غیر از این در الله متعال و علامات و بالنجم هم یهتدون، و این علامات و نجم که به اصطلاح یک اسبابی هستن برای اینکه شما در بیابان راه خودتون رو پیدا بکنید. این موردش در دایره علم محظور و ممنوع وارد نیست. پس کل مطلق علم نجوم یعنی به معنای شناخت ستارگان و تفکر در عالم ستارگان و نظم وجود در ستارگان و اون چیزی که امروزه خب خیلی از دانشگاه داره تدریس میشه و به عنوان یک علم نوین و جدید و اکتشافاتی که در فضا صورت میگیره، مراد این حدیث نیست. یک جزء خاصی که در مسیر غیر صحیح برای به هر حال ضلالت مردم، گمراه کردن مردم و چپاول مردم و همون فالگیری و رمالی استفاده میشه، این مذموم است. نگاه کردن در ستارگان یا استدلال کردن از ستارگان برای اثبات یا نفی یا به اصطلاح مبارک بودن یا شوم بودن یک اتفاق زمینی، این موردی هست که مورد بحث ما هست که در باب به سحر وارد میشه. اما بقیه مواردی به معنی شناخت ستارگان هست، تفکر در واقع مخلوقات الله متعال هست و جهتیابی و بقیه مواردی که در این زمینه هست، اینا به هیچ عنوان در مورد بحث ما در این حدیث در واقع نیستن. بله. این تقریبا چهارمین موردی هست از مواردی که رسول الله صلی الله علیه و سلم ذکر کردند و شیخ محمد ابن عبدالوهاب در این باب آوردن ایافه و ترق تیره و در اینجا هم علم نجوم رو 4 موجه رو در اینجا 4 نمونه رو ذکر کردن. و نمونه بعدی به اصطلاح دمیدن بر روی گره هست. ببخشید حضرت مولانا، قبل از اینکه از این موضوع خارج بشیم، من نکته به ذهنم رسید که حالا شاید ارتباط به بحث نجوم نباشه، چون ما الان در برخی از می‌بینیم مثلا سایت ها هست، برخی مجلات هست، یک سری فالگیری های صورت میگیره بر اساس مثلا میگن فال متولدین فلان ماه. یک صفحه را آورده 12 ماه سال رو نوشته، حالا مثلا سالها بعضی به اسم قمری می‌نویسن، محرم و صفر، بعضی به اسم فارسیه، و مثلا که در ایران به اصطلاح معروفه مثلا فروردین اردیبهشت، یا مثلا اسد و سنبله و میزان در تعبیر فارسی داری، و اینها میان بر این اساس فلان ماه شما متولد فلان ماه هستید. بعد اگر انسان بخونه اینها رو، مثلا میگه متولدین ماه الان ما در آذر هستیم، متولدین ماه آذر این صفات رو دارن، این صفات رو دارن، این اتفاق براشون خواهد افتاد، این خوشبختی یا این سعادت، اینها هم میتونه در این بحث نجوم داخل بشه. تمام اینها جز همین بحث نجوم هستند. اینا جز یعنی کسی بره سراغ اینها گناه مرتکب شده. قطعا این جز گناهی هست که ان شاءالله در ابواب بعدی اینو به صورت مفصل تر هم شیخ محمد ابن عبدالوهاب در باب کهانت اینها را ذکر میکنه. اینا تمامشون یک سری به اصطلاح پیشگویی های از علم غیب هستند که چنین میشود و چنان میشود، این اتفاق برایشون میافتاد، حتما انسان‌هایی به اصطلاح هستند که این گونه هستند، این ویژگی و این صفات رو دارند، پولدار میشن، نمیدونم که موارد دیگری که از اونها ذکر میکنن. عملا خود ما در جامعه ما میبینیم که نه، این گونه نیست. این متولدین نمیدونم فرض کن که آذر یا دی چنین چنان هستن، این به هیچ عنوان در قالب یک حکم کلی نمی شود که بر تمام به اصطلاح متولدین ماه آذر این تطبیق پیدا بکنه. شاید بر یکی 2 نفر 100 نفر 1000 نفر 1 میلیون نفر تطبیق بکنه، اما بر بقیه تطبیق نمیکنه. همون موردی رو که در ماه آذر گفتن دقیقاً بر برخی از افراد متولدین ماه دی و بهمن و اسفند و بقیه ماه هم در واقع اطلاق میشه. این تمام
اینها یک سری حرفایی هست که به هیچ گونه نه دلیل علمی دارن، نه دلیل عقلی دارن و نه دلیلی هم از نظر شرع میتونه که برای اینها پیدا بکنیم. تمام اینها جز همون فالگیری هست، جز غیبگویی هست که از نظر شرعی تمام اینها جز موارد حرام هستند و برخی از اونها در حد شرک هست و در حد کفر هستند و برخی از اونها هم در حد یک گناه به اصطلاح پایین تر از کفر و شرک یک گناه کبیر هست. جزاکم الله خیر حضرت مولانا. اگر اجازه بدید میان برنامه میگیریم، برمیگردیم ان شاء الله در خدمت شما بینندگان عزیز خواهیم بود. همراه ما باشید با ادامه موضوع نمونه ها و انواع بخش های از سحر که در باب 24 کتاب التوحید شیخ محمد بن عبدالوهاب مطرح میشه. ما عزیزانی که ما بودن میدونن که اصلا هدف ما از بررسی این کتاب التوحید شیخ محمد بن عبدالوهاب علاوه بر استفاده از موارد علمی و مباحث علمی که در این کتاب هست، نشان دادن واقعیت اعتقاد شیخ محمد بن عبدالوهاب است که آیا این کتاب تضادی داره با اعتقاد امامان بزرگوار اهل بیت علیهم السلام یا نه، که باز به تعاقب این موضوع و بحث از مصادر شیعه هم روایت هایی که اینجا در این باب استناد شده ذکر خواهد گشت. در پایان مبحث همراه ما باشید. چرا مراجع شیعه پاسخ نمی دهند؟ مراجع و نویسندگان شیعه امثال مکارم شیرازی و سبحانی و طبسی و غیرهم در این سالیان دراز که اهل سنت منبری در اختیار نداشته اند، صدها خرمن کاغذ سفید را روسیاه کرده و یک طرفه به نام نقد وهابیت هرچه خواسته اند گفته و نوشتند و مردم را از عقیده شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله بیم داده اند. واقعیت آن است که کتاب التوحید شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله عقیده مشترک و مسلم تمامی مسلمانان و در رأس همه عقیده امامان شیعه است. ما برای آنکه حق و حقیقت برای همگان آشکار گردد، از مراجع شیعه تقاضایی به شرح زیر مطرح نموده ایم. خدمت مرجع عالی قدر جهان تشیع آیت الله العظمی جعفر سبحانی دامت افاضاتهم. خدمت آیت الله حاج شیخ نجم الدین طبسی دام ظله. خدمت مرجع عالی قدر جهان تشیع آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی دامت افاضاتهم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با توجه به تألیفات و تلاش‌های گسترده جناب عالی در نقد وهابیت و شناخت عمیقی که از منابع و باورهای امامان شیعه دارید، از شما درخواست داریم که برای تبیین حقایق و روشن شدن افکار عمومی شیعه و سنی حداقل 3 عنوان از ابواب کتاب التوحید، مهمترین تألیف عقیدتی شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله را که به نظر جناب عالی تضاد بیشتر و آشکارتری با عقاید امامان 12گانه شیعه دارد انتخاب نموده و خلاف آن را از گفتار صریح و صحیح و بی‌معارضه امامان شیعه اثبات نمایید. و برای آنکه جای هیچ توجیه، ابهام و تردیدی باقی نماند، مؤکداً استدعا داریم که به نکات زیر عنایت فرمایید. حداقل 3 باب را انتخاب نمایید. ابوابی را برگزینید که با عقاید ائمه شیعه تضاد بیشتر و آشکارتری داشته باشد. صرفاً از روایات و گفتار امامان شیعه استدلال نمایید. روایات مورد استدلال صریح، صحیح و بی‌معارض باشد. و چنانچه کتاب التوحید شیخ محمد بن عبدالوهاب را با عقیده امامان شیعه در تضاد نمی بینید، احتراماً نظر خویش را در این مورد اعلام بفرمایید. پیشاپیش از پاسخگویی جناب عالی سپاس گزاریم. برنامه تلویزیونی امامان وهابی شیعه. پاسخهای ممکن: الف، کتاب التوحید شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله با عقیده امامان اهل بیت تفاوت دارد که در این صورت با ذکر دلیل بیان نمایید. با امامان شیعه در مورد مباحث اعتقادی اظهار نظر نکرده و عقاید اسلامی را به شیعیان خود نیاموخته‌اند. جیم، در مورد مباحث اعتقادی مذکور از امامان شیعه روایاتی صحیح در دست نیست
و روایات شیعه متعارض و غیر قابل اعتماد است. دال عقیده شیخ محمد بن عبدالوهاب هیچ تفاوتی با عقیده امامان شیعه ندارد و شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله پیرو واقعی امامان اهل بیت است. قيم تلوح ومنهج يتألق درر هنا تبدو كشمس تشرق يهدي لنا هديا بديعا مبهرا من سنة الهادي. سلام شما خوبان و سروران، همچنان با شما هستیم با موضوع انواع سحر و نمونه هایی از سحر در بررسی باب 24 از کتاب التوحید شیخ محمد بن عبدالوهاب با این عنوان که باب شیء من انواع السحر. ما در این باب حضرت مولانا آغاز کردن روایاتی رو که در این باب بود و ذکر کردن و بیان کردن این روایات رو و به تفصیل این روایات پرداختن که اشاره داشت به نمونه های از سحر و صحبت رو واگذار میکنیم به حضرت مولانا و ادامه ماست. در خدمت شما هستیم. این مسائل که قبلا هم عرض کردن متاسفانه در زمان شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمت الله علیه بسیار زیاد وجود داشته که یک طیفی از مخالفان دعوت و اصلاح شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمت الله علیه کسانی بودند که اهل سحر و جادو و تعویذ و بقیه موارد بودند، انسان‌های کاهن و شیاد و عرافی که در اون زمان بودند و امروزه هم متاسفانه در جاهایی که دعوت توحیدی به صورت کامل منتشر نشده، در جاهایی که افراد سودجو شاید که مجال بیشتری داده شدند برای اینکه مردم رو گمراه بکنند، از این طریق کسب درآمد بکنند، با اعتقاد مردم متاسفانه بازی کردند و این سری مسائل به گونه‌ای در بسیاری از جوامع اسلامی در واقع منتشر شده که حتی گفتن این موارد به عنوان موارد خلاف شرع، به عنوان یک گناه یا به عنوان یک عمل ناجایز یا به عنوان یک کاری که تأثیری در زندگی شما نداره، اگر این مطرح بشه شاید برایشون جای تعجب و جای سوال باشه برای اولین بار اینو بشنون، از بس که این مسائل در بسیاری از جاها در واقع تعریف نشده، بیان نشده، یا به خاطر این که از بس که از طرف دیگر در این موارد تبلیغ میشه. فال قهوه نمیدونم، فالی که به خاطر سال و روز فال حافظ و نمیدونم که مواردی که سکه دارن و فالای مختلف خیلی متاسفانه زیاد هستن در مجلات و روزنامه هایی که بخش خاصی رو دارند و کسی تاکنون شاید علیه این موارد یا در این زمینه روشنگری نکرده. آیات و روایاتی که در این زمینه هستن از دیدگاه اهل سنت، از دیدگاه خود شیعه، متاسفانه چون که حرفی رو نزدند، اینها شاید تبدیل به یک سری از موارد اعتقادی ثابت و مسلمات مردم بوده باشه. اما واقعیت این است که هم در روایات اهل سنت و الجماعت اینها به اصطلاح نقد شده، معرفی شده و حکم شرعی اونها بیان شده و هم در روایات اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم. تمامی این مواردی رو که من درس کردم همون گونه که در کتاب‌های اهل سنت و الجماعت هست، شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمت الله علیه ذکر کرده، بقیه علمای اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم هم در گفتار خودشون و در روایت خودشون فراوان در این زمینه صحبت کردن. و این قول محمد بن عبدالوهاب تنها نیست که کسی بگه که این عقیده وهابیت است، چون خاطری یادم افتاد حضرت مولانا که در عزیزی تعریف میکرد که در شهر کابل در گوشه و کنار خیابان‌ها غالبا متاسفانه خیلی از کسانی که به این کارها مشغول هستن سیکن، یعنی طرف اصلا خودش جز هندوهاست، یعنی مسلمان نیست اصلا رسما، اون عمامه مخصوص به سرش هست و
شکل ظاهریش مشخصه که این اصلا مسلمان نیست، نشسته اونجا و شروع میکنه مینویسه، یعنی چیزایی مینویسه، اقفال میگیره و این کارها رو انجام میده. میگفت من رفتم از دوستانی که میگفت دعوت بدم اون شخصو که خواهر مسلمان، این طرف سیک اعتقادی نداره، اینا خلاف شرع و آیات روات رو بخونم. میگفت حالا اون سیک برگشته بود به این خواهر میگفت حرف اینو گوش نکنین، وهابیه، این وهابی حرف اینو گوش نکنین، کسی که خودش مسلمان است. از بس متاسفانه همونجوری که شما فرمودید این تبلیغات زیاد شده، فکر میکنن که این اصلا جزء اسلام نیست، یعنی یک عقیده خارج از اسلام که یک سیک حتی بیاد یک مسلمان میگه حرف اینو گوش نکن. قطعا متاسفانه به خاطر سکوت بسیاری از به اصطلاح علما یا به خاطر محدودیت هایی که در این زمینه بر علما گذاشته شده در بسیاری از جاها مانند ایران، شاید این مسائل در واقع کمتر بیان شده، به سمع مردم رسیده و متاسفانه تبدیل به مسلمات شده. از بس که زیاد هست مردم بهش عادت کردن و فکر میکنند که خب در کشور اسلامی در میان مسلمانان این رواج داره، حتما یک اصلی در قرآن و سنت در واقع شاید داشته باشه. اما واقعیت این است که هیچ گونه اصلی رو نداره. در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم، در زمان صحابه، در زمان اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم این ظاهره و پدیده رو ما نداشتیم که افرادی به عنوان فالگیر باشند، به عنوان نمیدونم سر کتاب باز بکنن، نمیدونم بازاری باز بکنند و فال بگیرند یا برای مردم نمیدونم تعویض بنویسند و دکان در واقع در زمان سلف صالح ما در واقع نبوده. اشیاء گم شده رو پیدا میکنن، نمیدونم میان برای طرف از آیندهش خبر بده، نمیدونم برای بختش دعا، تعویض‌های مختلف، تعویض بخت باز کردن دارن، تعویض کشتیگیری من دیدم طرف میگفت اینو به بازوش کسی ببنده کسی تو زمین نمیتونه اینو به زمین بزنه و انواع و اقسام، یعنی جز عجایب و غرایبی که انسان هرچند که یعنی متاسفانه در جوامعی که جهل زیاد باشه و این مسائل بیان نشده باشه، به همون اندازه بازار این گونه افراد شیاد در واقع بیشتر براشون مجال هست و جا دارد که علما در این زمینه با توجه به این که بسیار از این موارد اون گونه که در ابواب بعدی انشالله ذکر خواهیم کرد در حدی هستند که کفر هستند، شرک هستند، اصلا به اصطلاح سبب عدم قبولیت نماز می شوند، تا این اندازه هست سبب براءت از دین رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی به معنی کفر و شرک هستند. یعنی بسیار خطیر است. همین مورد ساده ای رو که ما می‌بینیم، یک فردی لب خیابان نشسته برای ما فال میگیرد، از غیب برای ما میگوید که برای فردا برای تو چنین و چنان اتفاقی میافتد، نمیدونم کسی موارد متعددی که هست. اینها در واقع دلیل بر تکذیب قرآن هست، آیات قرآن کریم هست که علم غیب رو به الله متعال اختصاص دادن، یا اینکه دلیل بر شرک هست که همانندی که الله متعال از آینده خبر دارد این افراد رو چه بسا که افرادی هم نیستند، مرغی رو نمیدونم ما بسیار از مردم معتقدند که شاید این علم غیب میدونه کاری رو انجام داده که قناری بین این شعرهای حافظی که انتخاب میکنه میخونه طرف خوشحال آینده ما رو تعیین بکنه. بله متاسفانه این مسائل هستند که خود این عمل رو انشالله در برنامه بعدی که حکمش از نظر شرعی چی هست و کدوم مواردش یعنی گناه هست، کدوم مواردش شرک هست، کدوم مواردش بسیار گناهش یه مقدار خفیفتر و سنگین‌تر هست، اینها رو به صورت مفصل انشالله در ابواب بعدی که باب کهانت و فالگیری هست انشالله اونها رو به صورت مفصل‌تر خدمت بینندگان عزیز توضیح خواهم داد. اما این باب فقط به عنوان یک باب مقدماتی هست برای انواع دیگر. بله فتح بابی هست. و روایت بعدی رو که در اینجا آورده روایت نسائی هست از حدیث حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه است که در اینجا میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر. یکی از موارد و گناه‌های معروف سحر هست که چه بسا که مردم بیشتر از ما این موارد رو دیدن. این که در زمان جاهلیت هم بوده، بنده خودم هم مشاهده کردم این موارد رو، متاسفانه در امروزه هم هست، حتی در بعضی از انسان‌هایی که ظاهر و صلاح هستند ما به اونها که اعتماد و باوری رو داریم، متاسفانه این موارد چه بسا که دیده بشوند. در این حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرماید هر کسی که گرهی را ببندد، یه چیزی رو گره میزند، یک نخی رو گرهی رو میزند، ثم نفث فیها، در اون به اصطلاح گره میدمد در اون گره. الان این دمیدنش به خاطر این است که نمیدونم فرض کن دو نفر رو به هم دیگر متصل بکنه، زن و شوهری گره رو میزنن و اون در اون میدمد که انشالله در میان شما دیگه محبت دائمی هست که بیچ اونان باز نمیشه. این دمیدن یعنی که
بادی خارج میشن، چوف میدن، میکنن. بله میدارن، فوف میکنن بر اون به اصطلاح مورد خاصی، بر اون گره باشه یا بر موارد دیگر باشه. و این تمام اینا یعنی تاثیر هم داره قطعا. این وقتی که سحر هست و جادو هست تأثیری رو هم داره که و من شر نفاثات فی العقد اشاره بر این داره که بسیاری از زنانی که ساحره بودن سحرشون به این گونه بود که سحری رو میبستند و در قالب یک گره رو محکم میکردند و بر اون یک سری ورده های شیطانی رو بر اون در واقع میخوندند. و این یک از مواردی هست که هر انسانی در هر صبح و شام باید از الله متعال از شر اینها به الله متعال در واقع پناه ببرد. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید هر کسی که گرهی را ببندد و در آن گره بدمد این در واقع مرتکب سحر شده. همین که بسیاری از مردم میگن که بریم پیش مولا که برای ما در زبان محلی ما میگه بندی ببندد. این بستن بند یا گره زدن به خاطر اینکه زندگیشون دچار مشکل نشه، به خاطر اینکه از همدیگه نپاشند این زندگی، به خاطر اینکه زن و شوهر محبتشون بیشتر به اصطلاح ادامه پیدا بکنه، دوست بشن، چندین گره به نام اون میزنند و یک به اصطلاح ورده های شیطانی هم بر اون میخونن. این مورد رو رسول الله صلی الله علیه و سلم با هر انگیزه‌ای که باشه گره زدن و خوندن یک وردی و دم زدن بر اون جز مواردی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم این جز موارد شرک در واقع معرفی کرده. الان اون دعایی که این مولا خونده و این به اصطلاح تعویذ نویس خونده و بر اون دمیده در چه اندازه شرک آمیز بوده اون خیلی یک بحث کاملا جداگانه هست که بستگی به نوع به اصطلاح خوندن اون داره، نوع به اعتقاد اون کسی که گره میزند و اون کسی که دنبال اون ساحر رفته که براش گره بزنه، این بستگی به نوع خود اعتقاد اونها دارند. اما خود این عمل در هر حدی که باشد از دیدگاه رسول الله صلی الله علیه و سلم جز موارد سحر هست. میفرمایند ببخشید چون شاید برای بینندگان از این سوال پیش اومده باشه که نمونه های ما داریم، مثلا طرف نخ رو میبره به یک درخت میبنده. درختایی هستن عکس‌ها شما دیدیم، حتی نزدیک بعضی جا مشاهده میشه در سر قبرها، نزدیک مثلا قبرستان برخی از اولیای الله متعال درخت‌ها رو آدم می‌بینه عجیب، یعنی از شاخه این درخت نخ‌ها گره زده شده، رنگ‌های مختلف، بعضیا قفل می‌بندن، قفل می‌زنن یک شاخه رو یک جایی، یا مثلا ذریح قبر کسی هست بهش نخ‌ها می‌بندن و یا میان این رو قفل می‌بندن، یا حتی بعضی وقتا این نخ‌ها رو می‌بینیم که به دستش اومده، طرف یک نخی بسته و گره زده این رو. آیا اونها هم میتونه در مصداق این باشه؟ قطعا تمام اینها جز مواردی هست که از نظر شرعی به اصطلاح هیچ گونه ثبوتی رو نداره، نه از نظر شرعی و نه از نظر عقلی. قبلا هم در یک از برنامه‌ها عرض کردیم که اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم بعضی از اونها بعد از فتح مکه که به طرف حنین میرفتن در مسیر راه یک درخت بسیار بزرگی رو دیدن و بعضی از افرادی که تازه مسلمان بودن گفتن یا رسول الله اجعل لنا ذات انوات کما لهم ذات انوات. یا رسول الله کفار یعنی مشرکان یک درختی رو دارن به عنوان ذات انوات، یعنی چیزهای درختی که بر اون دخیل بستند، گره بستند، پارچه‌ای رو بر اون آویزان میکنند. گفتند که یا رسول الله این کافران این چون موارد رو دارن، چه خوب است که این درختی که ما داریم الان دیدیم، این درخت خیلی زیبایی هست، خیلی شاخ و برگش بسیار زیاد هست، سایش خیلی بزرگ هست، اینو به عنوان ذات انوات ما مسلمانان این مشخص بکن، درخت حاجت باشه، ما بیایم به این به اصطلاح دخیل ببندیم، نخی رو ببندیم برای اینکه برای به اصطلاح حاجتای ما برآورده بشه، مشکلات از ما دور بشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که این سوال شما دقیقاً مانند سوال یهودیانی هست که از حضرت موسی علیه السلام به صورت تقاضا کردند که همون گونه که مشرکان الهی دارند اجعل لنا یا موسی اجعل لنا اله کما لهم آلهه، اونا الهی دارن عبادت میکنن، پرستش میکنن، خب یک الهی باشه که ما هم ببینیم و پرستشش بکنیم. این حرف شما دقیقاً خطرش و سنگینیش و گناهش در حد اون موردی هست که در زمان بنی اسرائیل در واقع وجود داشته. یک شرک مسلم هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم از این مورد قطعا نفی کردند. یعنی ما در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم با این که جاهای متورک زیاد داشتیم، جاهای اماکن متورک و جاهای متورکی که امروز ادعا می شود
در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم قطعا بهتر از این وجود داشت. الان ادعا میشد که در فلان جا فرض کنیم که نمیدونم پنجه علی هست و نمیدونم پای علی قدمگاه سیدنا علی هست و نمیدونم فلانی، که چیز مشخص نیست. در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم حداقل این موارد مشخص بوده که رسول الله صلی الله علیه و سلم فلان جا کنار فلان درخت رفتن نشستند، استراحت کردند یا موارد دیگری. اما هیچ که مقام ابراهیم جاهای دیگری، اما هیچ کسی از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم نرفتند روی درختی که رسول الله صلی الله علیه و سلم کنارش زیر سایش نشستند در اونجا دخیل ببندند، نخی رو ببندند که در واقع حاجتی از ما برآورده بشه. این در تاریخ اسلام درست کردن، عکس تابلوی هم گذاشتن نشیمنگاه آقای خامنه‌ای، بعضی اونجا نخ بستن. یعنی تا این حد پیش رفتن نمی‌شد. این یک واقعیتی که در متاسفانه هست، یعنی به وجود میاد وقتی که انسان یک از اصول علمی جدا باشه، عقل خودش رو به صورت کلی قفل زده باشه، فکر نکنه. خب این مورد در واقع پیش میاد دیگه، از لباسش، نمیدونم از هر کسی دیگری، لباسش، قدمگاهش، نشیمنگاهش، یا متاسفانه از فضلات آدمی هم میبینیم که در برخی از موارد این به اصطلاح تبرک میجویند و اینا رو جزء، یعنی تا این اندازه انسان میتونه که به اصطلاح عقلیتش یعنی به سخافت به اصطلاح تنزل پیدا بکنه، که یعنی چیزهایی که واقعا قابل گفتن هم در واقع نیست. در زمان رسول صلی الله علیه و سلم عرض کردم که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم این موارد رو یعنی عملا ثابت بوده، میدیدن اصحاب رسول الله، اصحابی که بعد از وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم این موارد رو میدیدن، جایی که رسول الله صلی الله علیه و سلم تشریف میبردن، مینشستند و بقیه موارد را ده هیچی که از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم نیومدن، به این خاطر که رسول الله از اینجا عبور کردند، در اینجا استراحت کردند، زیر سایه این درخت نشستند، برند از اونجا تبرک بجویند یا اینکه بر اونجا بندی رو ببندند یا موارد دیگر از این قبیل، و هیچ گونه به اصطلاح دلیل نه شرعی داره، نه عقلی داره و نه تاریخی در صدر اسلام متاسفانه هم نداره. عرض کردم هرچند که انسان بیشتر در جامعه به اصطلاح جهل زده زندگی بکنه، علما بیشتر سکوت بکنند یا مجال داده نشود به علما که سخن بگویند، متاسفانه مجال این انسان‌های شیاد در واقع بیشتر میشه که انشالله به صورت مفصل در باب بعدی در این زمینه هم نمونه‌هایش رو دقیق‌تر انشالله بررسی خواهیم کرد. یکی از موارد سحر این رو رسول الله صلی الله علیه و سلم مشخص کردند. الان شناخت این مورد برای بقیه مردم راحته. وقتی که من نوعی شنیدم که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند هر کسی به هر دلیلی گرهی زده باشه و به هر منظوری که مثلا یک نفی رو به یک شخصی برسونه، بر اون یک چیزی رو خونده باشه و دم بکنه، این جزء مصادیقش سحر هست. الان این کسی که این کار رو انجام میده هر کسی که باشه، منم اگر یک روزگاری این کار رو انجام دادم طبق این عمل رسول الله صلی الله علیه و سلم سحره، چه خود من بفهمم بدانم که سحر هست یا ندانم که سحره، خود این عمل فی ذاته سحر هست و رسول الله صلی الله علیه و سلم این رو فرمودن. فقط سحر و من سحر فقط اشرک. و در ادامه قبلا با توجه به ابواب قبلی هم عرض کردم و من سحر فقط اشرک، کسی هم که مرتکب سحر شده باشه اون در واقع شرک انجام داده، یعنی شرکی رو انجام داد. و من سحر فقط اشرک، زیرا که بیشترین انواع سحر با توجه به استمداد از شیاطین هست و حتی در حد عبادت برای شیاطین. قطعا یک شیطانی، یک جنی که میاد برای یک انسانی یک کاری رو انجام میدهد، یک باجی رو میگیره، یک مفت انجام نمیده این کار را، و چیزی رو که شیاطین از انسان میخواهند و جنها از انسان میخواهند اینه که انسان رو از الله متعال جدا بکنند، دور بکنند. اولین و بالاترین موردی که شیطان از انسان میخواهد این است که انسان رو در مشرک بکند و در دایره شرک رو داخل بکنند. این مرحله به اصطلاح اول هست و در مراحل بعدی اگر نتونست انسان رو در این مرحله شکار بکنه، در مراحل بعدی در مرحله بدعت اون شکار میکنه، در مرحله گناهان کبیره اون شکار میکنه، در مراحل گناهان صغیره اون شکار میکنه. هر کسی رو در یک مرحله بعدی در واقع خسته نمیشه. اولین موردی که از انسان میخواد همین شرکه و سحر و جادوگری یکی از بیشترین و گسترده ترین زمینه‌هایی است که متاسفانه بسیاری از مردم نادانسته و ناخواسته وارد دایره و محدوده شرک شدند. فرمودند و من سحر فقط اشرک، کسی که مرتکب سحر شده باشه مشرک هست، شرکی رو مرتکب شده. و من تعلق شیئا وکل الیه، این جملهش خیلی جالب است. و من تعلق شیئا وکل الیه، هر کسی که خودش را به یک چیزی آویزان بکند
یک چیزی خودش رو به یک چیزی ببندد. بله. به تعبیر دیگر امیدوار باشد به یک چیزی دیگر، خود دخیل بکنه دخیل ببنده که من مثلا این فلان درخت منو شفا میده، فلان قبر منو شفا میده، بله اعتماد بکنه. وکل الیه، الله متعال اون رو میسپارد به همون. اگر کسی یک بندی رو ببندد بر دست خودش و معتقد باشه که این بندی که به دست من بسته اینو منو از شر و مصیبت نجات میده، یک تعویذی رو نمیدونم به عنوان تیربند رو نمیدونم بالا جلوی بلا رو بگیره بر دست خودش ببنده و همه این موارد رو الله متعال اون فرد رو میسپارد به خود اون چیز. من اعتمادم به یک تعویذ، خب میسپاره، برو تو که به این تعویذ ایمان داری برو سراغ تعویذت. به یک بند تعویض داری اعتماد داری برو سراغ بندت. به یک درختی ایمان داری برو سراغ همون درخت. به یک قبر ایمان داری برو سراغ همون قبر. یعنی هر کسی به هر چیزی دل ببندد الله متعال اون رو واگذار میکنه به همون چیزی که بهش دل بسته. الان کسانی که به الله دل بستند قطعا به یک ذات قادر مطلق لایزال دل بستند. و من یتوکل علی الله فهو حسبه. الیس الله بکاف عبده. قطعا کافی هست دیگه، کسی دیگه نیاز نیست. اما کسی که خودش رو به قبر بسته، آیا قبر براش کافیه؟ کسی که خودش رو به یک درخت بسته، امیدوار به یک درخت هست، آیا کافی هست؟ کسی که خودش رو به یک قناری بسته، آیا کافی هست؟ کسی که ایمانش خودش رو مخلاصه کرده، ایمانش رو در فنجان قهوه، آیا این فنجان قهوه براش کافی هست یا بقیه مواردی؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرماید هر کسی که خودش رو به یک چیزی ببندد و خودش رو حواله به یک چیزی بکند الله متعال همون رو واگذار میکند به همون موردی که در واقع حسبی. خاطر ما میبینیم که در این زمینه بیشترین افرادی که مینالند که نمیدونم مالشون از بین رفته، جانشون از بین رفته، نمیدونم به ناموسشون تعرض شده، کسانی هستند که خودشون رو به این گونه افراد شیاد و جادوگر و از سجود در واقع سپردن. و در روایت دیگری هم رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماند که انا عند ظن عبدی بی معه، هرچی بنده من نسبت به من گمان بکند من همون گونه با اون در واقع برخورد میکنم. یعنی این که هر چند که اعتماد ما و توکل ما بر الله متعال بیشتر باشد، الله متعال بر حسب ایمان ما با ما رفتار میکند. و قطعا الله متعال هر کسی رو که با دل و با صداقت قلبی یعنی بر بگردد معتقد به این باشد که غیر از جانب الله متعال به من خیری نمیرسد، اگر تمام انسان ها بخواهند به من خیری برسانند الله نخواهد اتفاق نمیافتد، اگر تمام هم جمع بشوند بخواهند به من شری رو برسانند و الله متعال اون رو برای من مقدر نکرده باشه به من نخواهد رسید. قطعا چنین انسانی از شر شیاطین در واقع حفظ خواهد موند. اما کسانی که خودشون رو به شیاطین نزدیک کردن به خاطر اینکه از شر شیاطین محفوظ بمانند قطعا مورد سوجی افعال دست شیطان و انسان‌های به اصطلاح شیطان‌های جنی و انسی قرار می‌گیرند. اینی که از مواردی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم ذکر کردن به عنوان سحر. و مورد دیگری رو که رسول الله صلی الله علیه و سلم ذکر کردند و که شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه با توجه به یک نوع تأثیری که تأثیر مشابه با سحر داره این آورده در باب به اصطلاح انواع سحر ذکر، در صورتی که سحر نیست. همه میدونن که سحر نیست، اما با توجه که استدلال خیلی ظریف و دقیق فرمودند که چون که این مورد هم تأثیرش یک تأثیر مخربی هست و سحرآمیزی هست مانند خود سحر، این آورده در اینجا ذکر کرده. و قبلا هم عرض کردم معنیش این نیست وقتی که اینو در این باب آورد به معنی این باشه که کفر و شرک است، یعنی گناهشون مثل هم باشه. گناهشون مثل هم باشه اینطوری نیست. بعضی از موارد گناهشون کفر هست و شرک، بعضیشون در حد گناه کبیره هستند و بعضیشون در حد خیلی پایینتری هستند مانند بعضی از انواع به اصطلاح مراجعه کردن به کاهن که در جلسه بعدی عرض خواهم کرد. تمام کسانی که به یک فرد کاهن و غیبگو مراجعه میکنن همشون در یک حدی نیستن. هر یکی با یک ایده و با یک عقیده میروند. چه بسا که یک فردی میره صرفا به خاطر اینکه این کاهن رو در واقع رسواش بکنه، هدفش این نیست که به اصطلاح از اون کمک بطلبه. پس بنابراین تمام کسانی که به یک فرد کاهن و غیبگو مراجعه میکنن همشون در یک حدی و در یک حکمی در واقع نیستن. در این حدیث حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه است که در صحیح مسلم اومده رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند قال الا هل انبئکم ما العزه، آیا به شما خبر بدم که عزه چی هست؟ عزه بله با عین با ضاد و ها. فرمودند که هی نمیمه، تو این نمیمه هست، سخنچینی. هي النمیمه، تو سخنچینی، القالت بین الناس، رد و بدل کردن حرف مردم، سخنچینی کردن در میان مردم. حالا شاید یک کسی بپرسه خب سخنچینی چه ربطی با باب سحر داره؟ سخنچینی علتش چی هست؟ یک کسی میاد حرف ما رو که گفته باشم یا نگفته باشم
از جانب من نقل میکنه به شما و از جانب شما نقل میکنه به من، نهایتش چی میشود؟ من و تو با هم دیگه قهر میشویم. سبب اختلاف و دستگی میشه. بله، دو دستگی میشه. همون کاری رو که سحر میکرد، یکی از انواع سحر، سحر تفرقه هست. یفرقون بین المرء و زوجه، که از هم دیگر اینها رو جدا میکردن. چون که یکی از انواع سحر هست، اینو آورده در واقع، این هم یکی از مواردی هست که تأثیرش مانند تأثیر سحره. اما آیا خود این کفر هست؟ نه، کفر نیست. شرک هست؟ نه، شرک نیست. جزء گناهان هست. جزء گناهان هست که جزء گناهان اکبر الکبائر هم در واقع نیست، جزء گناهان دسته در واقع دوم. گرچه در این زمینه هم خیلی در این زمینه رسول الله صلی الله علیه وسلم تاکید کردند و فرمودند لا یدخل الجنه قطات، اون کسی که سخنچین از در میان مردم و اختلاف میاندازه در میان مردم، چون این کسی وارد بهشت نمیره. تا این اندازه رو این به اصطلاح گناهش تاکید شده که گناه بسیار بزرگی را داره. اما در حد سحر بقیه انواع سحر در واقع نیست، فقط صرفاً به خاطر اینکه تأثیر سحرگونه‌ای رو داره. شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه اینو در این باب ذکر کرده. و روایت دیگری ولهما عن ابن عمر، روایت صحیح بخاری و صحیح مسلم هست از حضرت عبدالله ابن عمر که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال ان من البیان لسحرا، برخی از گونه‌های بیان و فصاحت این هم سحر هستند. یعنی در حد کلام بعضی از انسان‌ها میگه فلانی مسحور حرفای فلانی قرار گرفت، یعنی خودش ناخواسته و یعنی از جایی که نمیدونسته خودش تحت تاثیر حرف یک انسانی در واقع قرار گرفته. الان تحت تاثیر یک حرف انسانی قرار گرفته، شاید اون حرفی که اون انسان به ما میگوید شاید باطل باشه، اما از بس که این فرد زیرک هست، از بس که فصیح هست، از بس که میداند که چگونه بر روح و روان ما تاثیر بگذارد، با چه جملاتی و با چه کلماتی اونقدر دقیق صحبت میکند که ما همین ناحق رو حق در واقع تصور میکنیم. قدرت در واقع بیان بسیار زیادی رو داره. اگر منظور از بیان خود این بیان باشه، به معنی گویندگی باشه، که این جزء نعمت‌های الهی است. علمه البیان، که الله تعالی بیان رو به انسان و گفتار رو که یک از نعمت‌های الله تعالی است به انسان به اصطلاح عنایت کرده. اما این گفتار رو انسان باید در راه بیان حق اینو باید استعمال بکنه، نه در راه بیان به اصطلاح باطل. شما یا هر کسی دیگری که بیانی دارد و گویایی دارد، اهل فصاحت و بلاغت هست، این سحر بیانش را، منظور سحر اون سحر جادوگری نیست، بلکه مسحور کردن مردم، تاثیر به اصطلاح که انسان‌ها تحت تاثیر صحبت شما قرار بگیرن، قدرت بیان شما قرار بگیرن، شما باید حق رو به اونها برسونید، نه اینکه این قدرت بیان را، نه اینکه سحر گویایی خودتان را شما برعکس اینو استفاده بکنید که ناحق را برای مردم در واقع حق جلوه بدید، که متاسفانه بسیاری از مردم از قدرت گویایی خودشون صرفاً در این مسیر استفاده می‌کنند و شب و روز در فکر این هستند که با چه جملاتی بگویند، از کجا وارد بشن، چه مقدمه چینی بکنن تا اینکه یک مورد ناحق را، یک مورد باطل را بخوان برای مردم در واقع حق جلوه بدن. مثل کسی که مثلا قاضی و وکیل کسی شده که خودش میدونه که این 100% متهمه و مجرمه، اما فقط هدفش این است که از اون دفاع بکنه و جرم او رو توجیه بکنه. احیانا مثلا قدرت زبان داره و بیان داره و میاد از این را استفاده میکنه و امثال این موارد هست. پس بنابراین این سحر میتونه گونه‌های متعددی رو داشته باشه. بعضیشون صرفا نامشون سحر هست اما سحر نیستن، مانند سحر گفتار، و حکمی بر این مترتب نمیشه مگر بر این در صورتی که انسان از این تأثیر گفتار خودش در راستای ابطال حق در واقع استفاده بکنه. بعضیشون در حد یک گناه هستن، مانند گناه نمیمه که در واقع تعبیر شده، و برخی دیگر از موارد در حد به اصطلاح گره زدن هستند که با توجه به این که عرض کردم که خود عقیده اون کسی که این گره رو میزند و بر اون میخواند به چه اندازه‌ای باشه و چه وردی رو خونده باشه، در حدی که اون وردش سحرآمیز باشه، این در واقع گناهش هم بیشتر هست و چه بسا که در حد شرک برسه. استفاده از نجوم خودش در یک حد و در یک مرحله هست، خودشون مراحل متعددی رو دارن و موارد دیگری هم که قبلا در مورد اونها صحبت کردیم که برخی از موارد در حد شرک هستند، در حد کفر هستند، مانند این که انسانی از
شیاطین استمداد طلب بکنه و چه بسا که برای شیطان تقربی رو انجام بده، عبادتی رو انجام بده، که این به هر اندازه که انسان در وارد شرک بشود و در وارد به اصطلاح گناه انجام عبادت برای جنها و شیاطین باشه، به همون اندازه گناه شرکش هم در واقع بیشتر خواهد بود. اینها تا 7-8 مورد از مواردی هستند که شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه به عنوان یک مدخلی برای گونه ها و نمونه های شرک در اینجا مطرح فرمود. این باب تمام شد با این روایت با درباره این موارد حالا استنادش انشاءالله از کتاب‌های شیعه رو هم من اگر کتاب‌ها رو آوردم در اینجا، کتاب بهار الانوار، کتاب وسایل و شیعه، تمام این کتاب‌ها هست در اینجا. اما با توجه به این که بحث مفصل این به اصطلاح مطالب در ابواب جداگانه به صورت مشخص هست، من این روایت رو ان شاءالله در برنامه‌های بعدی نشون میدم. یعنی با توجه به این که روایات کهانت در باب کهانت ان شاءالله اینها رو خدمت بینندگان عزیز نمایش خواهم داد و روایاتی که درباره نشره هست، درباره به اصطلاح نجوم هست، اینها رو هر روایاتی رو در باب مختص خودش ان شاءالله در برنامه بعدی خدمت بینندگان عزیز خواهم. ان شاءالله. اگر اجازه بدید میام برنامه کوتاه میگیریم به همراه شما بینندگان عزیز، بعد از اون برمیگردیم با تماس‌های تلفنی شما عزیزان در خدمت شما خواهیم بود و احیانا اگر موضوعاتی که صحبتی عزیزان دارن به شرط اینکه در موضوع برنامه ما باشه در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. بعد از این میان برنامه همراه ما باشید. قيم
در خدمت شما عزیزان خواهیم بود با تماس‌های تلفنی شما و شماره‌ای که برای شما زنیوز خواهد شد. میتونید با این شماره تماس بگیرید و در موضوع برنامه این هفته ما مشارکت بکنید. موضوع برنامه این هفته بررسی برخی از انواع سحر بود و بررسی باب 24 از کتاب التوحید شیخ محمد بن عبدالوهاب و همچنین موضوع همیشگی برنامه ما از قسمت اول تا الان هم که جزء موضوعات مهم برنامه ماست، تفاوت به هر حال نامه‌ای که ما فرستادیم چرا به نامه پاسخ داده نمیشه. این سوال برای خیلی از عزیزان حل شده است، اما بالاخره کسانی که هنوز احساس میکنن که حق به جانب هستن شاید برای ما پاسخی داشته باشن، بتونن ما رو قانع بکنن که چرا بعد از گذر حدود 450 روز از ارسال نامه ما به مراجع مطرح معاصر شیعه که بالاخره ماشاءالله هم خودشون هم این 3 نفری که ما برای اونها نامه فرستادیم در این موضوع کتاب ها نوشتن و همین که بالاخره مریدان و مخلصانی دارن و مراکز تحقیقاتی دارن که اگر یک اشاره‌ای بکنن از آنها یک اشارت و از دیگران به سر دویدن چرا دستور نمیدهند تا بالاخره یک شبکه وهابی انقدر موی دماغ شده بیان و پاسخی علمی ارائه بکنن تا بالاخره لاجواب بکنن این برنامه رو به حق آشنا بشه و دفاع بکنن از تبلیغاتشون در 30-40 سال گذشته ای که بالاخره برای مردم گمراه کردن، مردم رو به دروغ بین امت اسلامی اختلاف انداختن، تفرقه انداختن. با وجود اینکه در این روزها الان خصوص دم از هفته وحدت میزنن و مراسم وحدت به پا میکنند و خودشون بزرگترین تفرقه افکنان در بین امت هستند و امت رو تفرقه میاندازن. همسران رسول صلی الله علیه و سلم رو متهم به تهمت‌هایی میکنن که برای مادران و خواهران و همسران خود هرگز این رو روا نمیدارن و جرأت نمیکنن بپذیرن، اما برای همسران رسول صلی الله علیه و سلم مادران مؤمنان تهمت‌ها روا دارن و برای اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم آن جان برکفانی که در مسیر دین از هر گونه عزیز و گرانقدری فرومایه نکردن و فروگذار نکردن و رفتن و جان خود را به کف دست گذاشتن، اونها رو کافر و مرتد میدانن، قرآن رو تحریف شده میدانن، باز هم دایه وحدت و توحید دارن. اولین تماس برنامه امروز. سلام علیکم، برنامه مامان وهابی شیعه، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام، خودتون رو معرفی میکنید؟ خود ما عبدالله از قسیم. برادر ما عبدالله از قسیم. در موضوع برنامه اگر صحبتی دارید در خدمت شما هستیم. قسیم یکی از بخش‌های سرزمین نجد در عربستان سعودی است. برای عزیزانی که نمی‌دانند قسیم کجاست بفرمایید. خود لنبر استاد محترم از بالقدوس دقان کار داریم. شما اگر بعد از برنامه تماس بگیرید برای بیننده عزیز چشم انشالله، بعد از برنامه با همین شماره تماس بگیرید انشالله شماره استاد رو انشالله در خدمت شما. در موضوع برنامه اگر صحبتی دارید. نه خیر، مسابقت خود استاد یک چیز خصوصی بود، ما رو معلومات میگرفتیم. بعد از برنامه انشالله در خدمت شما هست. ممنون از تماس شما. بیننده بعدی رو میگیریم. سلام علیکم. سلام بر شما بیننده گرامی، بفرمایید. برنامه مامان وهابی شیعه. بیننده گرامی رو خط هستید. وقتتون بخیر باشه. سلام، خودتون رو معرفی می‌فرمایید؟ وقت شما هم بخیر. تبریک میگم. من محمد هستم از ایران. من هم تبریک میگم این ایام الله و این ایام میلاد پیامبر اسلام رو و اینکه برای اینکه تمام علمای ایران چه اهل شیعه و چه اهل سنت در ایران در مساجد جشن میگیرن و شما به پیروی از گروه تکفیری داعش. برادر آقا محمد از ایران اجازه میفرمایید بنده هم مقداری صحبت بکنم؟ اگر جواب بدین بعد شما بفرمایید. من سوال میپرسم قرار بود شما به سوال من جواب بدید. من تماس گرفتم صحبت میکنم. من صاحب برنامه هستم، کانال ما اهل سنت است، منبر شما نیست. من میگم شما مخالف علمای اهل سنت عمل میکنید. چشم، این رو معزت مولانا پاسخ خواهند داد. چه مخالفتی اهل سنت چه کردن؟ همه علمای اهل سنت داخل ایران میلاد پیامبر جشن میگیرن. اینکه شما مثل گروه تکفیری داعش میگید حرام است، بدعت است. سوال شما رو پاسخ خواهند داد. چشم، تمام شد. سوال شما رو پاسخ. چشم. چرا دو؟ بذارید من دارم صحبت میکنم. سوالتون منعقد شد. سوال شما منعقد شد. سوال شما منعقد شد. سوال دیگری دارید؟ میخوام با شما بحث کنم. سوال دیگری دارید؟
خب با آرامش صدای منو قطع نکنید، بذارید با هم گفتگو وقت کنیم. برنامه محدود است بیننده گرامی، 10 دقیقه بیشتر باقی نمونده. لطف کنید سوال دیگری اگر دارید من سوالامو میخوام مطرح بکنم. بفرمایید. فرار کرد رفت. میدونم که شما هرگز برای سوال من پاسخی ندارید. مرجع تقلید شما آقای مکارم شیرازی با اون همه کارخانه های قند و شکرش الان کامش تلخ است و اون همه انبارهای شکر و قند نتوانست کام ایشان رو شیرین بکنه، پاسخی ندارید و اینجا سر صدا کردن. حضرت مولانا پاسخ میدن به سوالی که شما مطرح کردید و اگر جرأت می داشتید و سوال من رو هم میشنیدید یا حداقل نیمچه پاسخی میدادید، اون موقع ادعای شما بیشتر ثابت میشد که به جانب حق به جانب هستید. بیننده بعدی. سلام علیکم. سلام بر شما، خودتون رو معرفی میفرمایید. سلام، عبدالله هستم. آقا عبدالله از تهران تماس میگیرم. سوال بنده اگر پاسخ بدید به سوال بنده ممنون میشم که چرا مراجع شیعه بعد از گذشت 450 روز همچنان به نامه ما پاسخ نمیدهند؟ ببینید خیلی سوال بجا و زیبایی هستش، اما من از شما درخواست میکنم عاجزانه سوال من رو پاسخ بدید. از دزدی‌های سوال بنده رو پاسخ بدید، به سمت چپ و راست نرید. دزدی بزرگترین دزدها سران انقلاب اسلامی هستند به زعم شما، انقلابی که لا اسلامی است. آقای لاریجانی رئیس قوه قضاییه شما پرونده‌اش برای همه مردم ایران، مردم محترم ایران مشخص است. بسیج و سپاه شما میلیاردها از سرزمین ایران دزدیدن و رفتن. شما دیگه کاسه داغ‌تر از آش نشید. شما خودتون دزدید، به دیگران تهمت دزدی نزنید. بیننده بعدی. سلام بر شما، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام بر شما. سلام علیکم. خودتون رو معرفی می‌فرمایید. وقت شما بخیر. وقت شما هم بخیر. حال شما خوبه؟ ممنون. در اسمتان؟ پاسخ به این نامتان؟ بله، من محمد هستم از کرج تماس میگیرم. پاسخ سوال بنده رو اگر بدید ممنون میشم. چرا مراجع شیعه بعد از گذر 450 روز همچنان پاسخ ما رو نمیدن؟ یک نامه خیلی ساده و بله، ببینید پاسخ این سال خیلی روشنه، یعنی بله. به قول معروف از مثل که من الان بگم خورشید رو دارم میبینم، روز هستش، به این بله. روشنیه. ببینید همین الان کسی که چند دقیقه از برنامه شما رو ببینه متوجه این تفکرات تکفیری و تروریستی شما میشه. یعنی هیچ فرقی با داعش ندارید. اعتقاد محمد ابن کتاب التوحید محمد ابن عبدالوهاب کجاش با اعتقاد امامان بزرگوار اهل بیت مخالف است؟ اگه شما به من فرصت بدید منبر بیت پایین، از منبر بیت پایین، چهره شما بر همه شناخته شده است. بیننده بعدی رو میگیریم. سلام علیکم. سلام بر شما بیننده گرامی، سلام بر شما، بفرمایید. الو. بله خوش. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام. نامتان؟ من احمد هستم، می‌خواستم توی برنامه صحبت کنم. الان شما در برنامه صحبت می‌کنید؟ از ایران تماس میگیرم. اگر سوالی که من پرسیدم رو اجازه بدید سوالتون رو بعد از سوال من مطرح بکنید. چرا مراجع شیعه بعد از گذر 450 روز به نامه ساده ما پاسخ نمیدن؟ ببینید امین، اگر اجازه بدید من نظرمو بگم درباره داعش. دوستان و همکاران شما قبل از شما به نظر کافی صحبت کردن. اگر صحبت جدیدی دارید بفرمایید. ببینید من هنوز نظرمو ندادم، شما دارید تهمت میزنید. الان صحبت میکنید متوجه میشیم. بفرمایید. ماهیت شبکه شما و ماهیت شما رو نشون میده. اگه به شما میگن تکفیری و داعشی بهتون برق نخوره. شما هنوز طرف حرف نزده، شما دارید بهش تهمت میزنید. چرا پاسخ نمیدن مراجع شما به نامه ما در 450 روز گذشته؟ رو شما ندارید. چرا مراجع شما به ما پاسخ نمیدن در 450 روز گذشته؟ اگه بهتون میگن داعشی، بهتون میگن تکفیری، بهتون بیننده بعدی رو میگیریم. سلام علیکم. من از همون اول میدونستم جز داعش صحبت دیگری شما ندارید. داعشی که دست پرورده خود شماست. سلام بیننده گرامی، سلام بر شما، بفرمایید. سلام بر شما بیننده گرامی، رو خط هستید، بفرمایید. بعد پوزش بیننده بعدی. سلام علیکم، بفرمایید. برنامه مامان وهابی شیعه خودتون معرفی کنید. بیننده گرامی رو خط هستید، بفرمایید. بیننده بعدی رو میگیریم. سلام علیکم. بیننده گرامی سلام بر شما. علیکم السلام. خودتون رو معرفی میفرمایید.
فاروق هستم از روسیه، برادر تاجیک شما. آقا فرخ از روسیه، خوش آمدید. در مورد موضوع برنامه ما اگر صحبتی دارید در خدمت شما هستیم. برادر جان بخشش در موضوع همین سحر جادویی سوال داشتم در همین بفرمایید. یک کانترکت. بفرمایید. ما سال گذشته پدرم یکم پر بیماری روحی وارشید. بله. خب و بعد اون وقتی ما خونه رفتم دیگه سر کردم هر نمود سحر جادوگر میوردن هر کاری که ما راستیگه بارو شد که سرم نبرداشت بلنگویی رم کردم خیلی پدر مادر. عاقبت چی شد؟ یعنی نتیجهش؟ نتیجه هوزی دیگه دکتری و ایسوس الان کانترکت سلامتیش خوبه. که خیلی الان سوال شما چیست؟ درباره کاری که انجام دادید حکمش چه بوده؟ درباره کاری که یعنی که پدر مادر ما انجام دادن ما شاید چیزایی بودم که آوردم جادوگر و چیز را هم خونده و بعد درباره ای که من خودم در مو حالتا کمتر بلند روی کردم. یعنی شما برخوردتون احساس میکنید با پدر مادرتون مقداری نامناسب بود؟ بله بله. الان سوال شما درباره این برخورد شماست یا درباره آوردن جادوگر و یعنی دو سوال درباره هم آوردن هم جادوگر یعنی که پدر مادر ما وجود نگرشن چون که پدر ما کمتر بیماری روحی وارشه. ان شاء الله پاسخ خواهند داد حضرت مولانا. ممنون از شما. خب سلام علیکم. متشکرم. اگر اجازه بدید که حضرت مولانا به پاسخ‌ها بپردازیم چون 5 دقیقه بیشتر فرصت نداریم. درباره قالب تماس‌های آقای یونس دیسخور که فکر نمی‌کنم جای صحبتی مانده باشه، اون آقایی که به هر حال خیلی سر صدا داشت که شما اهل سنت داخل ایران، برادران شیعه و سنی، همین آقایی که ایشون میگه برادران، همین برادران شیعه مادرشون رو این آقا کافر میداند، ابوبکر عمر رو کافر میداند و مراسم وحدت میگیرن و همه شرکت میکنن. شما چرا میگید بدعت است و مگه کسی هم میتونه جرأت میکنه تو مراسم رو شرکت نکنه؟ البته در مورد مراسم به اصطلاح جشن میلاد یا جشن تولد هر اسمی رو که بر اون بگذاریم، بنده هم تو ایران بودم، جناب عالی هم تو ایران بودید، زندگی کردید، درس خوندید و دوستان دیگر اهل سنت و الجماعت همشون میدونم. در کجای به اصطلاح مساجد اهل سنت و الجماعت و در کدام شهر روستاها اهل سنت و الجماعت به خاطر میلاد رسول الله صلی الله علیه وسلم جشن میگیرن؟ ما در زندگی خودمون در سیستان و بلوچستان، در منطقه‌ای که بنده بزرگ شدن در اونجا، همشون اهل سنت و الجماعت هستن. اما در هیچ سالی از سالهای عمرم من یاد ندارم که در شهر ما، در روستای ما مراسمی به عنوان عید میلاد و جشن میلاد گرفته بشه. مطلقاً و ابداً چون چیزی وجود نداره. این مراسمی که آقای اشاره میکنه من خودم مثلا به خاطر دارم سالهایی که در دارالعلوم زاهدان بودم، در خود مسجد مکی زاهدان اینها می اومدن خودشون، یعنی دولتی‌ها می اومدن با چند تا از آخونداشون و میگفتن ما امشب میخوایم اینجا محفل داشته باشیم و محفل برگزار میکردن. خب طبیعتاً وقتی که اومدن داخل مسجد کسی نمیتونه بهشون بگن نیایید و اهل سنت هم مشارکت دارن. همین می‌خواستم عرض بکنم، اگر اهل سنت و الجماعت عید میلاد میگرفتن، جشن میلاد میگرفتن، الان در بلوچستان در هر شهر و در هر مسجد باید چراغانی میشد، در هر خانه‌ای، در هر خانه‌ای، در هر محله‌ای، در هر مسجدی. بله. اما نقل و شیرینی و شربت نیست، مطلقاً چنین چیزی نیست. نه در بلوچستان نقل و شیرینی و شربتی کسی توزیع میکنه در 12 محرم و نه اینکه 12 ربیع الاول، نه جایی رو چراغانی میکنن و نه در روستاهایی که هستن محافلی گرفته میشه. چنین چیزی وجود نداره. بنده در بلوچستان بزرگ شدم، تا حالا چنین چیزی رو سراغ ندارم و قطعا بقیه دوستانم سراغ ندارن. اما جلساتی که میگیرند الان به عنوان جلسه وحدت، اینا رو کی میگیره؟ دولت. اون کسی که جلسه وحدت رو آوردند برای فریفتن مردم اینو آوردند، مشخصش کردن این هفته وحدته، قبلش هم وحشت، بعدش هم وحشت و خود هفته وحدت هم وحشت فراکنی هست. این جلسه رو کی برگزار میکنه؟ دشمنان رسول الله و صحابه. قطعا همون کسانی که از اون طرف اومدن همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم رو تکفیر کردن، بهتان میزنند، اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم رو تکفیر میکنند، به خاطر اینکه به این فضای خودشون و رسوایی خودشون رو زیر پوشش قرار بدن، پشت پرده نگه دارند. یک هفته رو به عنوان هفته وحدت،
هفته برادری با اهل سنت و الجماعت. ما قبول داریم بالفرض این که شما هفته وحدتی رو داشته باشید و در هفته وحدتتون هم صادق باشید، 1 سال تمام شما وحشت افکنی میکنید، 1 سال تمام شما نابرادری و نابرابری میکنید. بالفرض اومدید 1 هفتهش فقط در حد شعار اومدید ادعای وحدت میکنید. و این جلساتی که در 12 ربیع الاول گرفته میشود، اینها جلسات وحدت هست به نام وحدت که برگزار کنندگانش دفتر رهبری هست. جلسات حکومتی است. جلسات حکومتی هست. شیعی. حکومتی شیعی هست، ولو این که علمای اهل سنت و الجماعت رو مجبور بکنند که شما در مساجد خودتون این مساجد رو بگیرید. الان بیاند امتحان بکنند 1 سالی دفتر نمایندگی رهبری و بقیه ارگانهای دولتی در این زمینه هیچ اقدامی نکنند، تو شهر پوسیری رو نزنند که هفته میلاد رسول الله هست. ببینید چند نفر از اهل سنت و الجماعت همین الانش هم که هست در مدارس اهل سنت و الجماعت، در مساجد اهل سنت و الجماعت، در خونه های اهل سنت و الجماعت شما چیزی رو به عنوان تبریک گفتن به مناسبت ولادت رسول الله صلی الله علیه و سلم دارید؟ یعنی پس با این حساب به تعبیر این آقایون همه اهل سنت داعشی هستند. اگر که نیست واقعا چنین چیزی وجود نداره. این موردی که اومدن دولت انسان مجبور میکنه که باید جلسه بگیرند و علمای اهل سنت و الجماعت هم تازه قبلا اگر عقیده بود، خب قبل از انقلاب و قبل از هفته وحدت باید این موارد بود. اگر عقیده بود تنها نباید در فلان شهر رو که نمیدونم که دولت نماینده داره در اونجا باید جلسه گرفته بشه. خب تمام مردم میتونن در شهرشون، در روستایشون، در خونه هایشون میتونن سفره پهن بکنن. چون این کارو نمیکنن. یعنی این که عقیده وجود نداره. غیر از این اهل سنت و الجماعت پیرو چه کسانی هستند؟ امام ابو حنیفه، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل. بیارند شیعه و سنی تمام انسان‌های روی زمین جمع بشوند، از یکی از این ائمه بزرگوار اهل سنت و الجماعت بیارند که عید میلاد گرفتن، جشن میلاد گرفتن در 12 ربیع الاول نه تنها که به اصطلاح نمیدونم که واجب هست یا فرض هست، گفته باشند که جایزه. نداریم اصلا چنین چیزی رو. هیچ کدام از ائمه 4گانه اهل سنت و الجماعت نه جشن میلاد گرفتند و نه قبل از اون اهل سنت و الجماعت پیامبر، صحابه، هیچ کدام که قطعا محبتشون از ما نسبت به رسول الله بیشتر بوده، اتباعشون قطعا بیشتر بوده، یعنی پیرو مخلصی بودن، ایمانشون قطعا بالاتر بوده، به اصل قرآن و حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم پایبندتر بودن. اما هیچ کدام جلسه ای را به عنوان جلسه میلاد رسول الله صلی الله علیه و سلم مطلقاً نگرفتن. اصلا تو مذهب اهل سنت نیست اصلا مذاهب اهل سنت و الجماعت. اگر قول امام ابو حنیفه و مالک و شافعی و احمد ابن حنبل و ائمه مذاهب هست، ما چنین چیزی رو نداریم. متأخرینی رو که متأثر شدن از شیعه ها، از عبیدی ها، اینا خودشون میدونند با کار خودشون. اینا نماینده اهل سنت و الجماعت نیستند، اینا پیرو عبیدی ها هستند. اولین کسی که جشن‌های میلاد را، جشن تولد را برای علی و برای بقیه اهل بیت درست کردن، میدونیم در قرن 4 عبیدی ها بودند. قبل از این کجا بودند؟ مگر ما پیرو عبیدی ها هستیم یا پیرو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یا پیرو امام مالک رحمت الله علیه؟ امامان ما چنین چیزی رو نداشتند. مطلقاً عرض کردم که هیچ کسی نه شیعه نه سنی نمیتونند یک کلمه از یکی از ائمه اربعه اهل سنت و الجماعت در این زمینه بیارند. الان هر کسی بخواد به نام اهل سنت و الجماعت جشن میلاد بگیره، به ما ربطی نداره. اما امامانی که ما میشناسیم اهل این کار نبودند. امام ابو حنیفه، امام مالک، امام شافعی. اگر واقعا مقلد این بزرگواران هستید، این بزرگواران چنین کاری رو انجام ندادن و عملا هم در مناطق اهل سنت و الجماعت گرفته نمیشه. جشنی به عنوان جشن میلاد ما نداریم. بالفرض اگر افرادی هم گرفته باشند، اینها نماینده مذهب نیستند. اینا خلاف دستور امام ابو حنیفه، امام مالک، امام شافعی عملا انجام میدن. غیر از این مجبورن، اختیاری ندارن که نرن. این جلسات جشن میلاد نیست، جشن وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. آیا ثابت است روز 12 روز میلاد ایشون؟ هیچ عنوان ثابت نیست. اقوال مختلفی در این زمینه هست و بسیاری از محققین غیر 12 را در واقع ترجیح دادن. اما در مورد وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم اتفاق نظر بیشتری وجود داره که در این روز بوده. بالفرض این که الان اتفاق نباشه، هر دو تا هست. هم ولادتش بالفرض که روز ولادتش همین روز 12 باشه، روز وفاتش هم که در این روز هست. چگونه شما میایید به اصطلاح به جای این که الان گرچه ما اونو ما نداریم، ما چیزی رو عزاداری رو نداریم، چیزی که در سنت رسول الله بوده نیست، چرا در روز وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم شما اقدام به جشن و پایکوبی و شادمانی میکنید؟
این کجاش محبت رسول الله صلی الله علیه و سلم است؟ از نظر علمی بیاید ثابت بکنید که رسول الله صلی الله علیه و سلم در روز 12 وفات نکردند. حتی در کتاب خود شیعه، در کتاب اصول اربعهشون، در اصول کافی برن نگاه بکنند که ولادت و وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم در چه روزی هست. روی ولادت اختلاف است، روی 12 وفات اختلاف نیست. بله. 12 ربیع الاول وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم است. آقایون جشن میگیرن. اگر افرادی اومدن به نام اهل سنت و الجماعت در روز وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم جشن میگیرن، آیا اینا اهل سنتن؟ آیا اینا پیروان رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند؟ بیش عنوان چون کسی نمیتونه چون حرفی رو در واقع بزنه و قبلا هم عرض کردم که ما پیرو ائمه اربعه و بزرگان خودمون هستیم. هیچ کدام از ائمه اهل سنت و الجماعت در مورد جشن میلاد رسول الله یا عید میلادی هر چیزی اسمش رو بگذاریم نگفتن، حتی نگفتند که جایز هست. بحث واجب بودنش و بحث لازم بودنش یک بحث ثانوی به جای خودش، حتی نگفتند که این در واقع جایز هست و هیچ کدام از این بزرگواران جشنی رو نگرفتند و این مخالف دستورات رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. قطعا ما میدونیم که این تشابه با یهود هست، با نصارا هست و رسول الله صلی الله علیه و سلم ما را از تشابه با اهل کتاب قطعا من فرمودن و فرمودن من تشبه بقوم فهو منهم. اونا کسانی که در 12 ربیع الاول جشن میگیرند، این یک نسخه ای هست از همون جشن کریسمسی که به اصطلاح مسیحا دارند. چه تفاوتی در این وجود داره؟ اگر کار شما درسته، خب کار اونا هم درست است. در صورتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم ما رو منع کردن که اتباع از یهود و نصارا داشته باشیم. غیر از این حضرت عمر رضی الله تعالی اهل سنت و الجماعت مگر غیر از دیدگاه حضرت عمر رضی الله تعالی دیدگاه دیگری رو دارند. ایشون وقتی می‌خواستن تاریخی رو برای اسلام تعیین بکنن، کدوم روز رو تعیین کردن؟ اگر وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم به عنوان یک جشن در میان اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم روز ولادتش مشخص بود، خب روز تاریخ اسلام از اونجا شروع می‌کردن. از ولادت رسول الله صلی الله علیه و سلم رسالت رسول الله صلی الله علیه و سلم مهمتر هست. ولادت یک امر طبیعی هست برای همه انسان ها، اما رسالتی که از اختصاصات و ویژگی‌های رسول الله صلی الله علیه و سلم است. ما به رسالت رسول الله صلی الله علیه و سلم افتخار میکنیم. ولادت برای همه یکسان و طبیعی هست، اما حضرت عمر رضی الله تعالی نه ولادت رو انتخاب کردن چون که اهمیتی نداشت و امروز هم اهمیتی رو نداره. ولادت یا وفات به عنوان یک تاریخ برای ما مشخص نیست. برای ما چیزی که به اصطلاح مشخص هست و برای ما ارزش داره اون چیزی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما آوردن. دین ایشون هست، سنت ایشون هست. نه ولادت ایشون انتخاب کردند، نه وفات ایشون رو انتخاب کردند، نه رسالت ایشون انتخاب کردند، بلکه هجرت ایشون انتخاب کردند. یعنی این که از دیدگاه اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم اتفاق و حادثه هجرت از تمام این اتفاقات در واقع بالاتر بوده. کسانی که اهل سنت و الجماعت هستند، اهل سنت و الجماعت بودن به نام نیست، به ادعا نیست. اونهایی هستند که واقعا پیرو سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم و خلفای راشدین باشند، یا حتی خودشون اگر مقلد و پیرو ائمه اربعه اهل سنت و الجماعت بدونن، میبینیم که ائمه اربعه اهل سنت و الجماعت هم در این زمینه معتقد به سنت بودن یا حتی جایز بودن چون این جشن و میلادی نیست. بارک الله فیکم، جزاکم الله خیر. آقا فرخ از روسی سوال داشتن که پدرشون ظاهرا مریض بودن و احساس کردن سحر شده و ساحر و جادوگر آوردن و حتی در برخورد با پدر و مادرشون مقداری اصلش بر این است که یعنی نباید این کار رو انجام میدادند. اگر واقعا هم سوالشون این است که به اصطلاح ساحر و جادوگری مراجعه کردن و چون که ایشون نمیدونستن معذور هستن، حکم شرعیش رو نمیدونستن، اما به هیچ عنوان بعد از این نباید این رو در واقع این کار رو یعنی انجام بدن. بعضی که حکم شرعیش رو میدونن نباید سراغ ساحر و جادوگر بره. که در مورد خود این که آیا کسی که سحر شده آیا جایز هست که پیش ساحر برود برای باز کردن سحر، خودش یک بابی در این کتاب داره به عنوان باب نشره هست که ان شاءالله در جلسات بعدی به اون به صورت مفصل خواهیم پرداخت. آیا کسی که سحر شده میتواند که برای باز کردن سحر پیش ساحر مراجعه بکند یا خیر؟ ان شاءالله کاملا توضیح خواهم داد. پدر مادرشون برخوردشون سعی بکنند که دوباره به اصطلاح دل پدر و مادرشون رو به دست بیاورند. اگر برخورد نامناسبی رو داشتن بروند عذرخواهی بکنند و قطعا پدر و مادرم ان شاءالله راضی بشوند. همین که برایشون دعای خیری بکنند این کفاری میشه برای این به اصطلاح برخورد نامناسبش. ممنونم، جزاکم الله خیر. صحبت پایینتون با بینندگان عزیز. امیدوار هستم که الله متعال تمام ما و بینندگان ما را پیروان واقعی قرآن و سنت و
فرموده های رسول الله صلی الله علیه و سلم و راه و روش اهل بیت و صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم بگرداند و این قضیه و این مقوله لازمه شناخت عقیده و دین رسول الله صلی الله علیه و سلم و گفتار رسول الله و اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. وقتی که گفتار الله و رسول و اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما ثابت شد، دیگه ما مجاز نیستیم که به هوا و هوس خودمون از فلان فرد و فلان شخص دیگر اتباع بکنیم. برای ما ملاک و معیار اصلی قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم با فهم سلف صالح که همان صحابه و اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند، این برای ما معیار و راه و روش زندگی هست. ممنونم، جزاکم الله خیر. تشکر میکنم از شما حضرت مولانا. درباره کسانی که در تماس ما رو متهم به تکفیری بودن میکنند و مخالفت با رسول الله صلی الله علیه و سلم، گویی که خودشون محبین رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند، باید گفت شرم کنید. گرچه شما از حیا و شرم گذشتید، اگر تکفیر باشه شما تکفیری ترین انسان های روی زمین هستید. کسی که به یکی از امامان شما با اون اعتقادی که شما دارید به امامت باور نداشته باشه، طبق مصادر شما او رو کافر میدانید. شما که ادعای محبت رسول الله را دارید، همسر رسول الله، محبوبه رسول الله را کافر میدانید و تهمت هایی به او میزنید که انسان شرم داره به هر زن پاکی بزنه. شما پدر خانم رسول الله رو کافر میدانید، ابوبکر و عمر هر دوی اونها رو کافر میدانید. شما داماد رسول صلی الله علیه و سلم عثمان رو کافر میدانید. شما تمام یاران رسول صلی الله علیه و سلم به جز 3-4 نفر همه رو کافر میدانید. بعد صحبت از تکفیر میکنید. ننگ بر شما باد و لعنت بر هر کسی که با این اعتقاد از دنیا برود. دشمنی با صحابه رسول صلی الله علیه و سلم، دشمنی با همسران رسول صلی الله علیه و سلم که مصداق اول اهل بیت رسول صلی الله علیه و سلم. شما برید، ننگ بر شما باد و عیب بر شما که شما بیاید و دم از محبت رسول الله صلی الله علیه و سلم بزنید. حنای شما برای مردم رنگی نداره. شما جز سارقان و دزدان ناموس و عرض و ادب آبروی مردم و همچنین چپاولگران سرمایه های ملت ایران نبودید و نیستید. از همه شما عزیزان که تا این لحظه برنامه خودتون رو پیگیری کردید تشکر و سپاس دارم. در پایان از الله متعال برای همه گذشتگانمون بخشش، رحمت و مغفرت، برای خودمون تا آخرین لحظه حیات استمرار بر مسیر توحید و رضایت الله متعال رو خواهانیم و حسن خاتمه. تا دیداری دیگر، الله یار و نگهدار شما. الله